معنای عرفا یعنی عارف، یعنی شناسایی هست، یعنی شناسایی. در روایت ها میاد که در همه مکان حضرت آدم و ماما حوا وقتی که از فرمان الله چیکار کردن، یعنی الله را نافرمانی کردن، یعنی الله وقتی که آنها را آفرید و گفت این در بهشت هر چیزی که میخواهید بخورید و بنوشید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که در حالت نزدیک شدن به این درخت از زیانخوران خواهید. یعنی زیانخور شخصی که حیاتون به ضرر میشه، یعنی ضرر میبینید از حیاتون. و حضرت آدم و ماما حوا در مرحله اول به او درخت نزدیک نمیشیدند و الله و حضرت آدم و ماما حوا فرصت کرده بود که همین ابلیس، همین شیطان دشمن آشکارای شما هست، از این اجتناب کنید، دوری بودید. ولی انسان همیشه ضعیف هست، انسان خاطرش ضعیف هست. وقتی یک از قسم خود باورش میکند، ابلیس همین قدر حضرت آدم و ماما حوا را همین خیل وسوسه کرد که از همون درخت بخورند. همین قدر تا جایی که گفت که خداوند به این سبب شما را از این درخت منع کرده است که شما تبدیل به دو ملائکه نشوید. اگر شما از این درخت بخورید تبدیل به دو ملائکه میشین و همیشه در بهشت جاودان میمانید. خود شما این را نمیخواهید، ولی حضرت آدم به او گوش نمیکرد و بالاخره اومد چیکار کرد؟ قسم خورد. به عظمتی الله قسم خورد که من قسم میخورم که شما را راست میگم، والله قسم شما را راست میگم که شما اگر از این درخت بخورید تبدیل به دو ملائکه میشین و همیشه در بهشت میمانید. شیطان قسم خورد. بعد بالاخره حضرت آدم و ماما حوا از این درخت تناول کردند و الله میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءتهما. الله میگه ای فرزندای آدم، ای فرزندای آدم، شیطان شما را در فتنه ناندازد، شیطان شما را از راه من گمراه نکند، شیطان شما را فریب نکند چگونه ای که نخست پدر مادر شما را فریب کرده بود که لباس هاشون اصلشون چیکار کرد؟ برهنه کرد. یعنی وقتی که از فرمان الله را نافرمانی کردن، از اون درخت خوردن، لباس هاشون اصلا افرید و شرمنده شدند که عورت هاشون نمایان شد. یعنی شیطان شما را، پدر و مادر شما را اینگونه که فریفته کرد، شما را فریفته نکنند، شما از آنها عبرت بگیرید، شما هوشیار شید که شیطان از جای شما را میبیند، از جای شما را که وسوسه میکند که شما نمیبینید، ولی الله شما را گفتار میکند که این ای چیز حلال است، این ای چیز حرام است، که برای شما درست است، که برای شما نادرست است. شما هوشیار شید که همون خطای پدر و مادر را دوباره تکرار نکنید. و خلاصه بعد نافرمانیشان الله آنها را از آسمان بر زمین فرستاد و بر روایت‌های تاریخی و روایت‌های معتبری که آنها یکدیگر را در همین مکان یکدیگر را، یعنی آنها را مختلف، بعضی میگه بعضی در یک در هندوستان، یک در ایران، بعضی میگه در ایران فرستاد، یک در این سرزمین فرستاد. خلاصه بعد گذشت مدت‌ها آنها یکدیگر را در همین مکان یافتند و میگویند که به همین خاطر که عرفات یعنی عرف شناسایی هست، در همین مکان یکدیگر را یافتند و با یکدیگر زندگی را آغاز کردند و بر روایت تبری که همون حضرت ماما حوا از حضرت آدم یعنی 20 بار دوگانه کردند، 20 بار، یعنی صاحب 40 فرزند شدند و زندگی آنها در زمین شروع شد. و دیگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید الحج عرفات، یعنی حج یعنی فرضی، میگه حج فرضی همین عرفات هست. هر کسی که همین عرفات در راه کرد به همین عرفات رسید، حج فرضیش قبول کرد. و اگر نه، اگر همین مکان در راه نکرد، تمامی اگر 1000 کیلومتر کعبه که دور بزند حج او قبول نمیشود فرضی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتش یک بار فرضی کردند و این آخران حج او بود و پیش از این 4 بار عمره کرده بودند. حج الوداع میگن، آخران حج فرضی رسول الله علیه و حج الوداع بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین مکان بودند که آخران آیه قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد. این سوره مائده الله بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الیوم اکملت لکم دینکم، گفت که امروز دین کامل شد، پررنگ شد. و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و گفت تمام نعمت‌هایی که دوست می‌داشتم برای شما بخشیدم و دین اسلام قانون زندگی تا قیامت برای شما انتخاب کردم. الله
وقتی که این آیت آمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اینکه مرگ خود بر مردم اعلان کرد و تمام مردم اعلان کرد این آیت و اساس از فهمید که علیه رسالت او تمام شده است و مرگ او حتمی است و با این با مردم ودا کرد و با مردم گفت این آیت به مردم خواند گفت که ای مردم آیا شما شاهدی میدید که من پیام الهی را بر شما رساندم؟ مردم همه گفت شاهدی میدید. رسول صلی الله علیه و سلم گفت الله شاهد باش که من پیام را به نقص به مردم رساندم. و رسول صلی الله علیه و سلم اینکه تمام صحابه‌ای که در این مکان بودن در این اطراف مشورت کردند و یقین کردند که رسول صلی الله علیه و سلم برای مرگ خود اعلان کردند و با مردم ودا کرد و طرف مدینه رفت و از دنیا در اون مدینه گذشت. این همین هست مکان این مکان. خیلی دعا کنیم ان شاء الله باز میریم الله برکت خوب حجی پروردگار این مسکینان این مسلمانایی که آمدند اجر مقبول بگردان در نامه علاشون پروردگار پدر و مادرشون رحمت که فرزندانشون برای عالم عمل به اسلام جوان پروردگار کریم سرزمین ما را تنگی و آرامانی برکت اساس پروردگار که فرزندان ما را عالمی به عمل داره بیدن اماز لست قومی که تحقیق برای یا الله یا الله خود کریم رحیم سفر یا الله بچه همی کهارن یا مجید میگه رحمانی رحمت یا حجی ما را مقبول کرده حجی مجید فرمدن نامه اول حجی عمره من نمایی و با روز قیامت جسدی روز قیامت کمی بیشی تو را روزه هم موزنه ای تو را فرامشیار قبولش کرده خدا تنچه میگویم برای پسادانو رو گفتم بگید کمیت فرزن نداره فرزن بشتر فرزن میام طلبی فرزن که طلبی فعلی که طلبی بچه که نه طلبی نیستی کاری برای یا خدا و بگیم همه برای شما خدمتگار خوب رو که جنت شیطان داخل شما برای زنو خوبه که پروردگار همه را پروردگار نصیب و روزی کنه پروردگار عمری دروزی با برکات و مکان آمین. سلام علیکم برادران حاضر خاطر خورجان یا جو اومدیم یا منظره اومدیم که همه سبززار همه گلزار تو در این بوره در این جو یک چیزا که جای مکان اینجا جبل نور میگن. جبل یعنی کوه نور، کوهی که چی است در این قرآن نازل شده است. برای چی کوه نورش میگن؟ چی است قرآن خودش نور است یا روشنایی هست و دیگر اینکه ملائکه‌ای که از نور آفریده شده است حضرت جبرئیل علیه السلام به همین مکان نازل شده است. این کوه نور هست همین برادر. کوه یعنی با میگن غار هیراش میگن. رسول الله صلی الله علیه و سلم از شهری همون از مکه اینجا نزدیکی اطراف میگه مکه هست می آمد و در همین کوه اعتکاف میشه و حضرت خدیجه مادر ما نگاه که چقدر زن فرمانبردار چقدر زن صالحه و چقدر زن خداترس خدا بود از همون مکان میخیست توشه میگرفت می آمد همین کوه برآمده است قریب 1.5 ساعت میگذشت امی کود هم میبرامد در همون گرمی و بر اساس هم توشش هم میماند و باز برمیگشت و اساس هم در همینجا اعتکاف مینشست فقط به ذکر و یاد الله در همینجا مشغول بود. نگاه کنیم ما یک عادت فراموش کردیم هر انسان باید برای خودش یک روز یا یک شب را اختصاص بده. مثال یک روز در یک ماه یک روز یا 2 روز همین خیل از سحر تا سحر دیگر باید اعتکاف بشینند در خانه‌اش است یا در مسجد است فقط به ذکر یاد الله مشغول است. حد اقل کمترینش در یک ماه یک روز حداقل در یک ماه یک روز هر زن و مرد باید همین خیل عادت کند که یک روز پر را شرط نیست فقط روز جمعه را احتساب کنند هر روزی را میتونند یک روز و یک شب پر را باید اعتکاف بشینند که همون چه نفسی خودش به ذکر الله و یاد الله آموخته کنند خودش آموخته کنند. یکی از همین حکمت های تراویح این است که در یک سال یک بار انسان ها همین خیل نماز دراز بخوانند تا اینکه به نمازهای دیگر عادت کنند یعنی به تهجد خواندن در روزهای دیگر در ماههای دیگر عادت کنند. خلاصه در همین در سین بگیم که
40 سالگی رسول الله صلی الله علیه و البته در سن رسول الله صلی الله علیه و اختلاف هست. بعضی میگه که سن رسول الله کلام بود از اون چی انسان ها میگن زیادتر بود به خاطر حساب کتاب در اون وقت دیگر خیلی بود. بعضی را از سن 10 سالگی بالا. خلاصه با اتفاق علما در همین 40 سالگی بود در ماه رمضان قرآن در همین کویی که در تحت ما نشستیم بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شد و حضرت جبرئیل علیه السلام آمد و اولین آیات های قرآن که سوره علق است اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. همین آیات ها اولین آیات های بود که بر رسول الله صلی الله علیه و توسط حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد. این در همین کوی مبارک این همین هست. برادرها حاضر اینجا میبینه چقدر منظرهای زیبا، چقدر گشت‌های زیبا، چقدر با دو هوای فورم. خب این همش از پای قدم رسول الله صلی الله علیه و سلام فکر میکنم این آبادی و این زیبایی و این فیض برکت ان شاء الله وقتی قاری فرخ جان ما سفرها کردیم، نوارو کردیم، تماشا کردیم و ما را هر یک قدم دا تاریخ اینجا را با ما نخواهید ان شاء الله با خدا با صحبت‌های خوب ایت شد.